دین مبین اسلام عموما به عقل اون چیزی را که ما خود بها میدهیم موافقت میکند، یعنی که شریعت با عقل چگونه سازش دارد. عقل انسان توان و برداشت اون فرهنگ، اون سنت، اصول اعتقاد را ندارد که خودش بفهمد. مثلا علی رضی الله عنه میگوید که اگر من با چشمان سرم نمیدیدم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روی مسیح را مس میکشد، به خدا قسم عقل خودم میگه که تگ مسیح را مس بکش، که تگ مسیح افلاس میشود. پس عقل در اینجا کار نمیکند. مادامی که رسم، یعنی معنای عقل به نقل تکیه میکند، نقل دین است. از نگاه دیگر عقل باید نگاه کند که قرآن و سنت چی گفت و تعلیمات نیاگان چگونه بودن. میل و رغبت در اینجا رول نمیبازد. آدم بعضی وقت به خطوات شیطان داده میشود. خطوات شیطان همین است، کاری انجام میدهد که هرچی دلش بگوید، نه کاری انجام میدهد که به علم و اسناد و سند شرعی تکیه کند. یگانه دینی که در دنیا عقل ستیز نیست و با علم ستیز نیست، این دین مبین اسلام است. پروردگار عظیم‌الشأن بیش از 43 بار نام مبارک عقل رو در قرآن گرفته است و بندگانش رو پروردگار با خطاب ربانی، با خطاب‌های خاص ربانی، با تعقل و تفکر و خوب اندیشی ترغیب و تشویق کرده است و از نه اندیشیدن، تفکر و تدبر و تأمل نکردن هشدار داده است و بیش از 1000 بار نام علم را گرفته است و اولین لفظی که از خدا نازل شده است لفظ اقرا، لفظ بخوان است. پس وجود دین علم است، عقل است، خردورزی است. امروز با مثلا پیشرفت دنیا، ظهور تکنولوژی و فناوری، این همش تشکل عقل و خردورزی انسان است، خرد جدید است. اسلام و دین مبین اسلام به این ضدیت ندارد، برعکس تشویق ترغیب میکند.